من خصوصا از اون هستم که جوانان ناحیه بلوچستان در برابر دیگر جوانان جمهوری همون یکی از جوانان هستند که در هر یک چاره‌بینی سیاسی، فرهنگی و دیگر چاره‌بینی که باشد سر وقت اشتراک میکنند، سهم ارزنده خود را میگذارند. این باعث افتخار ما و شما. من از اون فخر میکنم که جوانان با نام ناموس ناحیه بلوچستان در دعوت‌هایی که به صف ارتش ملی جمهوری ترکستان بودند سربلند رفته خدمت کردند. یکی از در جای نمونه ما اشغال شدیم که دعوت را با سر بلند و پیش از بلند اجرا کنیم. این باعث چی است؟ این باعث اون وطن دوستی است، باعث رنگ ناموس است، باعث افتخار ما شما. گذشتگان ما و شما تاریخ یاد می‌دهد که از آن خود ناحیه بلوچستان چه شخصیت‌های بزرگی بودند. آنها مثل ما و شما جوان بودند، محنت کردند، خواندند و روزایی رسیدند که امروز ما و شما فخر می‌کنیم. ببینید چقدر ما شاهدان داریم، نویسندگان داریم، عالمان برجسته داریم، قهرمانان داریم که از آن ناحیه بلوچستان یا اینکه زاده ناحیه بلوچستان هستند. امروز باید جوانان ما عبرت از آنها بگیرند. امروز باید که یک جوان باشد که در همه حالت‌ها آماده باشیم. ملکه دانش خود را سیقل بدهید. چطور که شما همتون آگاه هستید فرمان پرزیدنت جمهوری ترکستان باید با آموختن زبان‌ها و تاثیر است در برابر این قرار است نایب بلوچستان و امضا رسیدگی است. باید که جوانان نه کمتر از دو زبان یا اینکه کارمندانی که در سطح راهبری کار میکنند باید که دانش خود را سیقل دهند، زیاده از دو زبان باید بدانند. من باور دارم که آینده نیک است. ناحیه بلوچستان یکی از ناحیه آوازدار جمهوری است. به هدف در سطح بلند ما این مسئله را جابجا میکنیم. جابجاگذاری کادرها از نقد برآمدن اون در کار است. بچه خود است. چطور که پیشوای معظم ملت ما همه وقت آگاه میکنند، گپ میزنند، در هر یک برنامه‌شون شما شاهد بود هستید. میگوید که من تکیه به جوانان دارم. بچه خودی جوانان این آینده ملت است. آینده در تاجیکستان است. ما با شما فخر میکنیم جوانان عزیز. در برابر این بینه در ناحیه ما گیرندگان استیپندیای پرزیدنتی است. گیرندگان استیپندیای رئیس ولایت حکومت است. گیرندگان استیپندیای رئیس ناحیه بلوچستان است. این از اون دلال می‌دهد که ناحیه ما و علم و دانش بازم توجه فرصت دارد. در برابر این مستند پسران و دخترانی که حرکت میکنند که در جاهای سازمان باشند، در چاره‌بینی‌ها چطور در آزمون‌ها اشتراک کنند. از اونها پیش بود که در کمتر فعالیت مؤسسه‌تر بود. این روزا دیدم میتونم من با باوری کامل گفتم میتونم که جوانان ما علاقه اون جوانان پیشرو نیست. دیگر است. و در حرکت کردن در کار است در اون گروه‌های تروریستی و اکستریمیستی شامل شدن در کار است. نه ناموسی تاجیکی داشتن. پیش از آن این وطن دوست بداریم، حمایت کنیم، آباد کنیم. و همتون شاهد هستید که همون که بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری ترکستان در ناحیه بلوچستان 257 نشان و نقشه گرفته شده است. قرار در خود رئیس ناحیه بلوچستان و این زور است که است از سال 2020 ما برای چی میکنیم؟ برای که باز هم برای مردم، برای اهالی ناحیه بلوچستان، برای جوانان که آینده نسل ما باشن شرایط خوب مهیا کنیم. در برابر رشد اینفراستراکتور مکتب‌های سازی که دوره شرایط حاضر زمان باشد، بیمارخانه بسازیم، راه‌ها بکنیم، خطای علاقه را پیوست کنیم. برای این هم وقت لازم است. باز می‌نداری شخصا خدمات با اون صاحب کاران می‌رسونم که این شب روز در حوالی بود است. ما هیچ وقت فراموش نکنیم که هیچ وقت فراموش نکنیم. دیگر کس یگان کس دیگر نمیاد وطن ما را آباد نمیکنه، نمی‌سازه. و در دیگر جا ما شما یگان کس انتظار هم نیست. همین تاجیکستان عظیم یک جای هست که بیش جوی دنیا است. از آن بودن باید بلوچستان. این شرایطی که در اینجا هست، این منظرهایی که ما شما دارید میبخشید در دیگر جا نیست. این خیلی شرایط نداره. برای من چیکار کردن نکنه. باز هم ما
ما شما می‌دونید که قانون حکومت جمهوری اسلامی از سال 2001 است نوحیه برجام همچون نوحیه سایوی اعلان شده است برای این همین جوانان عزیز از شما خواهش جواب کردن در کلاس حتی همین بعض شریک‌ها همکاری کردن است در بعضی چورابین‌هایی که بیرون از نوحیه میشد اشتراک کردن در کلاس جواب کردن اون در کلاس سایو را نوحیه را ببینید چقدر دیگر ببینید چقدر منظره خوب دارید گذشته مصور خورا دارید جواب تاریخی بنیاد بسیار دارید آن همیشه معرفی کرده تونستن اون در کلاس برای کار کردن چه در کلاس یکی پیش از ما شما باید زبانی خارجی را بتونید وقتی که شهروند خارجی میاد قطعا چه مشکلی نمیتونید اقلا زبان روسی را انگلیسی دوستان در کلاس باید دیگر زبان و باید دارم این هم میشه و یادای برجام بیاد یک است در برابر این باعث افتخار ما و شما است جوانان عزیز که با پیشنهادی محترم رئیس شهر دوشنبه رستم امالی همزمان رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری اسلامی پرزیدنت اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی پرزیدنت اساسیاسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امالی و در سازمان ملل متحد شما آگاه هستید که روز هفتم ماه یعنی سال جاری قدنامه قدید برای چی؟ برای اینکه این کسا پیشنهاد کردن که در جهان روز فوتبال اعلام کرده شد باعث افتخار ما و شما است که روز 25 ماه همه ساله در تمام سیاره روز فوتبال قید کرده میشه این افتخار ما تاجیکان نیست سلامت باشین جوان در برابر این با جوانان ما در نوحیه بودیم در دستاوردهای دوران که در سطح ورزش چندین نمونه ورزش در سطح آزمون‌های جمهوری که دستاوردهای خوب دارند باز هم حرکت کنیم که از این خوبتر و بهتر شد این روز بار دیگر تکرار میکنم شریک‌ها است همه چی میرسه و باید هیچ وقت فراموش نکنیم که اگر ما به خارج جمهوری رفتیم از جمهوری بیرون برآمدیم حتما دیگر از ما رو دوست است باعث بدبختی است که بعضی جوانان ما مکتب می‌آورد با پرگی ختم نکرد زبان نمی‌آورد بیرون از جمهوری می‌روند بعد چی کارهایی که دست می‌زنند آن می‌آورد پیشگیری کردن و همزمان اون جوانانی که این شهروندان ما که در بیرون بودن و در خارج بودن و مهاجر بودن و کار می‌کردن زحمت می‌کردن شبانه روز محنت می‌کردن یک نان حلال با ما شما تامین می‌کردن می‌کردن بازی برگشته اومده است بعد حالتایی که ما و شما می‌دونیم چی آن امورا ما باید چیکار کنیم یکی پیش از ما حرمت کنیم با جای کار تامین کردن یک چیز فکر کنید که آنها وجود در اونجا محنت میکردن شب روز خوب نمیکردن برای پدر و مادر برای اولاد خودش برای خواهر و برادر خودش و دیگر کسا محنت میکردن که یک چیز مبلغ گویی کنن و زندگیشون بهتر شد امروز ما آنها را قدر دانستن بودن واسه جوان عزیز هیچ وقت نسبت یک دیگر بخیل نمیشه همه وقت نسبت در دیگر دوست باشه برادر باشه و میشه بعض آدم خمولی میکنه اصلاح کردن در کار است توصیه دادن در کار است که با این خیلی کنید این خیلی کنید انا میرم وقت ما و شما فراموش کنید بعد از اون پیران حساب خورده است استادان کار است استادان معلمان که شما را تربیت کردن پدر و مادر است همه وقت حرمت احترام شد او شخصی که پدر و مادرش احترام نکرد در جامعه باید احترام نمید عاقبت فرزندش هم احترام نمید این حیات نشون میده دیده در حیات همه وقت احترام هم بجا بود و در کجایی که باشه حفظی هرمی فخر از اون که شما زاده بلجوان هست هرمی نامی نوحیه بلجوان هیچ وقت هست از اون کنه جمهوری توستان توجیک از ازل مردمی دانا بودن، فرهنگی بودن، عالمای داشتیم، ستارشناسای داشتیم که در جهان خیلی هم هست. نامشون هم میکنیم، زشتگان نامشون. از آن جمله در اون سازمان ملل متحد در نزد بینا و چندین بار شما را تاکید کردم که هستند 4 تا عالمان زبردست تاجیک هست. انا اونجا در هیکلاش است.
яким аввали ин Сино Умари Хан Закариё ва Ерунӣ ки ҳамаи дар ҳар соҳаи худаш олимо буданд, муҳассис буданд, дигар то ҳоло ба шумо мерасонам то ҳоло анаму китобҳое ки ҳамо навистанд он дастовардаи онҳо кард ҳатто ситорашиносӣ дар ҳамон сувори пеш ёки ин аввалин исто чӣ қадар дурӯ то ҳозира анамора истифода мебаранд ин фахри мо шумо неста ки тоҷик аст фахри мо шумо ҳастед дар ҳақиқат باید ما شما از تاجیک بودن خودمون فخر کنیم از تاجیک بودن خودمون فخر کنیم از آن فخر کنیم که ما چونین پیشوای معظم ملت نیستی خیلی روبا نه هر کس روباش نمیده نه هر کس گوش میده روباش هم آسان نیست وقتی که روباش شدی ای بحر بسیار چیزا میگذاره شب خواه ساز کن نمیره خونه یار دوستون نمیره بعضی مرکات هم نمیره حالا که باید که ملت کنیم حرکت کنیم که آباد کنیم خطی خلق همراز بشه برای همین جوانان عزیز بار دیگر و همه شما در خانشتون بار بولیا تمام دیگران در حیاتون موفقیت و عموما دویمون سربلند باشید صحت باشید هیچ وقت غم درد نبینید بار دیگر روز جوانان مبارک محترم رئیس من خواننده صنف دهمی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 ناحیه بلجوان زائرزاده مونیسه هستم. من منتداری خویش را با شما محترم رئیس ناحیه بلجوان و با اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانم که برای ما جوانان چنین شرایط‌ها فراهم آورده است. همه ساله هزارها جوانان به طریق کباتای پرزیدنتی به دانشگاه و دانشکده‌ها داخل می‌شوند. من از چنین جوانانی هستم که در آزمون فنی از فن حقوق انسان تا دور جمهوری اشتراک نموده‌ام. به همگان معلوم است که در پیام خود جناب عالی سال 2024 سال معرفت حقوقی نام برده است و من میخواهم که در این آزمون اشتراک ورزیده سزاوار جایهای نمایان گردم. تشکر به دقتتان. در آن معرفانی که ما بزرگ نزدیک زنده بودیم اشتراک از ایران سزاواری آواز دیدن باشه ما چی هست؟ ما حتما دستی میکنیم یک مسئله حقوق اشتراک کده باشه بهترین چطوری گفته گذاشتیم این سال معرفت حقوقی اعلام شدگی هستیم و که هر یک شهروند جمهوری دوستان بدونن که دخالت خودشو حقوق خودشو در اینجا چی پیدا کنن چی امتیازات دارن چی کارها دارن حتما همین را مردم و چی رسول هم نکنستن و شما موفقیت عثمان دستان در آزمایش شد که حرکت کنید که جای صداقت بگید ما می‌خوایم انجام بدیم خیلی چپون نسیش کنید تاجیکستان با وزیران همصدایی با سفیران درخشایی ملک خاص‌الخواه بیماری شاهکاری خدای تاجیکستان السلام علیکم محترم رئیس جوانان سعادتمند دیار سهیلای سیدپور هستم خواننده صنف دهمی گیمنازیای دولتی قانونی اودینه همزمان گیرنده استیپندیای پرزیدنتی ما جوانان ناحیه بلجوان باستانی در ردیف دیگر جوانان سعادتمند کشور عزیزمان همچون جوانان با نام و آب و ناموس این ملت پیشبرنده دولت و ملت میراثبران نیاگان خویش با افتخار و سرفرازی می‌بینیم که چنین وطن عزیز و زیبا داریم که نام مقدس آن تاجیکستان است و گفتن نماند که در ناحیه بلجوان محفل پیروان پیشوای ملت فعالیت می‌نماید که در آن زیاده از 60 نفر اختیاری کار و فعالیت می‌کنند. از طرف محفل
چاره‌های گوناگون فرهنگی، تحقیقاتی، عکس‌ها گذرانده می‌شود. واقعاً هم ما نسل خوشبخت این زمان شکرانه از آن می‌کنیم که چنین وطن عزیز و زیبا و آباد داریم و شکرانه می‌کنیم که چنین پیشوای ملت داریم. محض سیاست‌های خردمندانه و صلح‌پرورانه اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان است که ما حس وطنداری و وطندوستی را آموختیم و از مفهوم‌های خودشناسی و خودآگاهی ملی با دل نرم با محبت فرزندانه سخن می‌رانیم و بهر شکوفایی تاجیکستان تلاش خود را می‌ورزیم. این همه با شرافت و دستگیری‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان است که شماره گیرندگان استیپندیای پرزیدنتی در ناحیه بلوچستان از 3 نفر تا 25 نفر رسانیده شد که آبروی هر یک جوان بلوچستانی است که در این دانش و ملکه خود را نشان دهد. باید خیر به اظهار نمود که با تشبث رئیس ناحیه محترم سفرزاده بختیار غنی در ناحیه بلوچستان استیپندیای رئیس ناحیه بلوچستان تأسیس یافته شد که 15 نفر فعالان از مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه به آن دسترسی دارند. باید ما جوانان ناحیه بلوچستان همچنین وطن در نزد پیشوای خویش وعده می‌دهیم که ما جوانان وطن سازنده ایم و پیرو اصیل پیشوای معظم ملت با آبرو و باوری شما را باور می‌کنیم که محترم رئیس در تاجیکستان خود همچون یک جوان خوش طالع خدمت می‌نماییم و همچنین برای تاجیکستان عزیز خدمت خویش را در اجرا می‌نماییم. تشکر به دقت. Damla sizler prezidenti. Sağlam başım. Dar uzunluğu iştirak ediyor. در ازمون‌های فنی اصلا زبان انگلیسی اشتراک کردم. Yeterli. Sazavos değil mi? سزاوار در ناحیه سزاوار داشتم، تصمیمات در ولایت. Hiç yanlı değil. Hiç kasa söylerken olmayız. Bir hayat için mucize at. Yani o kilaşı bu duyulmuşlar. Bozan tabii tutar bir hareket var. Hani o biz kanunları kardeşim o kanunları böyle bir şey hatta beteriz falan. Aka hareket kanunları var. Bunu da nasıl gücük kuşu ozot yapıyor. Ayağın kasına tarsın. Ne harosun? Yakın ki yani ustadın iki şundan sonra da artık şunu var. Bir de şunu nazara koyuyor. Diyeyim ki yani şu ben muğluk hasta. Senin ki o namur resmi ya ama ne mi şu? Das gilt doch nicht. Jak ci da tutaj buzarom mam do takiej nowe balczu, jak jest podobny umarzało, podobny kultura. Też az ama hurmat ekran tamam mıydı? Lekin mutasıva da diğer cümleler hatta bu şanlı. Ben diyorum ki Kudoşan Kumeyna. Ben fakir gücüyle no tarzıyla. Ozot yapmış. Çift fikir doğru, çift fikir doğru. Şartlısı moşmayı koğaz yapıyor. Bastırız. Koğaz bir süre. Hani fikir ona geldi, hareket etme, obot etme, var bir bu diye onu topluyor. Ana şu çıkan o kadar nişan yakın ki adamın ozma işi yok kanda biraz. Vakti ozot tutek yapsak, bu diye bir soru var, kayıt var, diye kendi. Yani o kul kardeşim dedi, ama azol hakkı ona meydan çıkacağız. Bak zor mu? Behtarin ki aslında zamanı angresiz katı boşu, zamanı koyucu bu, zamanı onun cahoni aslında, o şartı, onun tamam cahoni. Behtarin, ben bu adamlarla adammışım. Muhammed tasdim etmiş bu. Muvaffak. من سرول از نام خود و از نام مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 ناحیه بلوچستان تمام جوانان ناحیه را و این روزشان تبریک و مبارکباد گفتنیم مینداری خود را و اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان میرسانم که برای ما جوانان چنین شرایطها را مهیا نموده است و ما باید فخر از آن نماییم که شهروند جمهوری تاجیکستانیم و ما باید جوانان فعال و ناموس ناحیه بلوچستان چونکه پیشوای معظم ملت ما در هر یک پیام خود تکیه به جوانان دارد باید وطن خود را مردانه‌وار حمایت و حفظ نماییم و ما باید پیش از زبان‌های خارجی دانستن باید زبان خود را دانیم و با آن را
میگویم و من گفتنیم جوانی مثل گلهای بهار است، دل از دست جوانی بیقرار است. جوانی می رود امروز جوانی می رود افسوس. تشکر سلام. یک لحظه شیرین می‌دارم. در وقتی که در تحصیل در مکتب میانه میکنه شده این همون لحظه ای هستن که هیچ وقت فراموش نمیشن مکتب میشن. لیکن که در وقتی که شما دانشجو شدید نصیب باشد لحظه شیرینی این حیات انا این دولت باشید. اگر ما پسرم که در خدمت رفتن خدمت کرده باید با قدر حیات میرسن و قدر پدر مادر و قدر وطن خود میرسن. بهترین است ما با شما فکر روزنامه هستم. تشکر. سلام علیکم محترم رئیس و اهل طلاب. من اختلازاده مهراب ظفر خواننده صنف 11 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 به نام سید قطب‌الدین ناحیه بلجوان باشم. ما جوانان ناحیه افتخار از آن می‌نماییم که در چنین وطن زیبا و آسوده در زیر غمخوری‌های پدرانه پیشوای ملت عمر بسر می‌بریم. من در دور المپیاد اوزون تا از فن شیمیات تا دور ولایتی ایشان نامزد سزاوار جایگاه نمایان گشتم. من می‌نمایی خود را اولا با شما محترم رئیس می‌رسانم که برای ما جوانان چنین غمخوری‌ها را می‌گیرید. من می‌خواهم که طبق کوتاه پرزیدنتی جمهوری تاجیکستان با دانشگاه دولتی طبی به نام ابوعلی ابن سینا داخل شده برای پیشرفت ناحیه خود خدمت نمودم. بهتر شما اصلا چی می‌شید؟ تو کجا؟ تا ولایتی. ولایت اشتباه کردی. منطقه گذشته ولایت رفتم. کی و نظرزاده معلم اینو در کی مدیر مالی در وقتی باید اشتباه کردی بودن اوزمون برای حالا نموشن فامیل نموشن نیست بینید برای که ما دستگیری کردیم از کردیم حرکت کنیم مرامت ما چی هستن ما باید دستگیری میکنیم. مقصد ما هم است که شما رفتن بخونید بیایید در این وطن میگه عبود کنیم ما شما عبود نکنیم کی میکنیم؟ شما میکنیم. آینده این نوگه همه شما جواب هستید. معلومات نظر زدن باید کنید اینوبت کنید. سلام علیکم استادان راهبران و بزرگتران نقطه‌بین نقطه‌سنج و نقطه‌فهم. من خواننده صنف 11 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 4 سعیدیان دنیا صاحب نظر میباشم و اشتراک کننده آزمون فروغ سویدانی دانایی و اولین دختری که در اکادمی وزارت کارهای داخلی حجت سپرده شدم. من امروز از نام مؤسسه رقم 4 برای جوانان همه جوانان را تبریک گفته برایشان کلاه‌های برند را آرزو کردم و از شما برای امروز که چنین مراسم‌ها تشکیل میکنید بی‌نهایت سپاسگزارم. سلامت باشید. همه شما میدونید دههای آخوندان اونجا یک شرایط خوب کردیم از ما یک کلوب داریم خرید یعنی خیلی حجمش میدان موشه بی‌نهایت بنیاد شده است. بعد اولی دختری که در من اکادمی وزارت کارهای داخلی نو تحصیلات برای تجربه خواهم. چیزی باشد آنجا صدر شعبه کارهای داخلی هم می‌دستم. جوازوده برو مادر باش رفتن خوندن نکن خوب کردن نکن این روز بین زنان مادرای ما حتی با عنوان عالی گریه هستند. آینده الان کشور فخری مردم باشه. سلام علیکم. سلام و درودی به پایان محترم رئیس و حاضرین گرامی. مهینه بحریدین هستم، خواننده صنف 10 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 ناحیه بلجوال به نام سید قطب‌الدین و همچنین گیرنده استیپندیای رئیس ناحیه. امروز همچون یک جوان خوش‌طالع زاده دوران استقلال کشور شکرانه از آن می‌نمایم که در چنین یک وطن تنج و آرام، آباد و زیبا و در زیر توجه یک پیشوای حلیم و
و غمخوار عمر به سر برده ایستاده‌ام. غمخوری‌های پیشوای ملت، دستگیری‌های شما محترم رئیس، خصوصا در حیات من دیگرگونی‌های کلیه را به وجود آورد. دستگیری‌ها و غمخوری‌های شما مرا وادار ساختند که چه در آزمون فروغ صوفی دانایی، علم فروغ معرفت، تاجیکان در آینه تاریخ و تاجیکستان وطن عزیز من اشتراک نموده نامبردار ناحیه زیبا منظر خود گردم. سلام سید چنده؟ در اخر ما وقتی که استفاده رئیس نورا تشکیل کردیم در این وقتی که نصیب دست ما بود رئیس و حیثیت نورا کار کردیم و در این حقیقت کاری کردیم همین که کردم استفاده رئیس نورا تشکیل کردیم و چی کردیم؟ کم در همین ساهای موارد ما کم در کافو کشیدیم این موضوعی دستوار کردیم از 3 نفر تا 25 نفر گرانده استفاده پریزنت شدیم ما وقتی که تشکیل کردیم 7 نفر یا 10 نفر ما گفتم که پیشنهاد کرده است استفاده رئیس نوریت برجام از دیگر استفاده رو فرق و چی خود؟ بیزار ما هم آدم رو انتخاب کنیم که نیاز دارن گرد در مبلغ نیست شرشون کمتر باشد چی باشد بیزار همه را دستگیری کنیم آینده همین حواسمان میشه این هم مثال بودایی خودشون گفتم که موضوع حواسمان میشود حرکت میکنند که بخوانند در آزمایش شروع کنند و شما موفقیت تجربه میخواهم پارچه از شعری که برای شما ایجاد نمودم قرائت نمایم. این پارچه بسیار بد نشد. شکر استقلال کشور میکنم، شکر وحدت، شکر سرور میکنم، شکر تنجه و امانه اینچونی، شکر توی چون سکندر میکنم. برای منه میشه برای من شخص بزرگ ابرمرد سیاست پیشروی معظم ملت محترم امامعلی رحمان هستش. سلامت باشید. موفقیت شما من مشاهده هستم هستی. هر نموشد قبل کرد بچه نسبت پسرو مختلف آدم دارم. سلام درود خدا نشار شما محترم رئیس و جوانانی که قدر میکنم. من نداری خود رو از صمیم قلب به شما محترم رئیس میگم و به شما سنگ و اخلاق نداری خود رو بیان میکنم چون تو که ما جوانان رو دستگیر میکنیم و در اما چی گونه ورزش ها چی ما اشتراک میکنیم و سزاوار جریمه میشویم و شکرانه این میهن شکرانه این ایداری که ما حاضر میکنیم و این باعث سربلندی است که ما جوانان امروز سربلند باز و دارن سخن میکنیم. تشکری زیاد داریم. سلامت باشید. سازمان اکان جا شده؟ در این چیزا چی؟ بخشای ورزشی چی؟ ورزشی در فوتبال در این فوتبال چی گذاشتن؟ روزی بین‌المللی فوتبال روز قانون هستن و شد از اون هستن که الان شروع ما پیش از اون در روزهای گذشته شده هستیم تاریخ هم بین درست کنم هم شروع جوانو هم روزی اون جهانی فوتبال فهمیده؟ این هم کرد و در برابر این ما مطلب ورزشی هستم میرزای تاجری ما دسته فوتبال داشتیم چی؟ کلانسالان چی جوانان اشتراک کرده بچه های ما در ورزش‌هایی که میشه هرچند در لیگ دیوم هم باشه اگر که ما و شما این شرایط را داریم این خیلی استادیومی که ما داریم در ناحیه برجام در دیگه جا نیست کسی یا که هم ورزشگاه دینم خورد ورزشی داریم اونجا را بید چه خیلی خوب هست حرکت کردن نکن جوانان عزیز حرکت کردن نکن محنت کردن نکن بگذار نشود اما کسا تجربه آموزه کرد دسته فوتبال خوب این روز شرایط داریم ما دستگیر تولید رفته در دیگر دنیا اشتراک کنیم و در دسته
دین اشتر دایی کردن دسته فوتبالی نویان در دیگر نویان رفته اشتراک کردن مساوی بازی بانه اگر شما معلومات داشته باشید دسته الان نورسان بود در نویان که اومده که باختن یکی درجه مساوی در نویان میلیون بود ای دسته میلیون بود من نویان خوب است بیاد خوب بازی کنه برای اون قدر همین چیکار بود همین باز جوان هستی خصوص وقتی که نکنم یاد گرفتم نکنم باز نه حالت درسته بازی کردن همین فوتبالبازی مشهور جهان هم می‌بینید الان خودی بازی کردن چقدر مشهور شده یا که فخری با شما یک در رستم یتیم در روزا با این توجی من چقدر بازی کردن شما حرکت که اینجا آغاز بشه اویاده شما اینجا آغاز بشه همده موفقیت آزمان است حالا موشد بعضی شخصیتی فعال هستند جوان فعال هستند گرامی امروز بخشیده به روز جوانان تاجیکستان با یک قطار جوانان فعال نوحیه برای سهم ارزنده گذاشتن در آبادی و شکوفایی وطن با سپاسنامه رئیس نوحیه بلجیکان سپاسنامه کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در نوحیه بلجیکان و افتخارنامه بخش خود با جوانان و ورزش نوحیه سرفراز گردانیده می‌شوند. سپاسنامه برای سهم ارزنده گذاشتن در رشد ساحه جوانان داشتن مسئولیت بلند در اجرای وظیفه‌های خدمتی به حیث بلند مسئولیت اجرا نمودن دستورالخوری‌ها فعالیت پرثمر و پروجدانانه در ساحه داشتن انتظام نمونوی و اشتراک فعالانه در چاره‌بینی‌های سیاسی و جمعیتی ناحیوی ولایتی و جمهوریوی شریف و باباخان دیرکتور مرکز جوانان ناحیه بخشیده به روز جوانان تاجیکستان با سپاسنامه رئیس ناحیه بلجیکان سرفراز گردانیده می‌شود. با همین مضمون نورا خورسان کارمند کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در ناحیه بلجیکان حزب خلقی دموکراتیک نوحیه بلجیکان در ولایت یکی از حزب‌های تشکیلاتی هستند که پیشرفت است. من هر وقت تماشا میکنم در سطح پیش است. یکی حزب خلقی دموکراتیک در نوحیه بلجیکان همزمان نوحیه یومو. موفقیت شما. رستم محمود کارمند کمک اولیه طبی و سنتری نوحیه برامان شکرزاده مصطفی کارمند بیمارخانه مرکزی نوحیه سیدعلی رمضان مدیر شعبه مورد نوحیه طبیب است. باز جوانی که برآمد کرد می‌خواست که طبیب شود. انا اینجا عبرت موفقیت شد. محمد عبدالرحمن کارمند پروکراتور نوحیه مرامت از همه زحمتی که میکشد استفاده میکشد.
مبارک شود. کسات پکتور نویاد کار میکنه همین طرف جوابگذاری قانون نظارت قانون علمی کسات پکتور نویاد علمی است بعضی جوانان ممکن ندارد سال معرفت کسی اعلام کردن و چی کنید علمی فرق است مسئولیت بلند سیستم بود معرفت خود مخبر میشود موفقیت شد گل محمدزاده احرار مدیر بخش کار با جامعه و ورزش نوحه. و همین مضمون و میرعلی فانیشه مدیر شعبه ما تران می‌کنیم. بورا کوشش هم تو فای بورو باش کنیم در اینجا خدماتو بده بسیار کنیم. این هم تو رابطه که میذارم در اکثر بالا نمونه بینی هر اکثر بالا کدی گذاشته رفته. اما زمان تو رابطه که ما میکنیم خدمات بده بسیار دادن آن بالا کامشون از اون دادن. سپاسنامه کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در واقعه بالجمون. مرحمت معلوم. سپاسنامه شیرینبک عبدالجواد متخصص پیشبر شعبه تشکیلی و کار با کادرهای دستگاه رئیس ناحیه بالجوان باور فعالیت پرسرانه مهنتی قابلیت خوب تشکیل‌جویی و همزمان دخل در عمل تطبیق نمودن هدفهای حزبی بخشیده به روز جوانان با سپاسنامه کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در ناحیه بالجوان سرفراز گردانده می‌شود. مرحبا. سعیدова شریفاмо директори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 10 ҳиҷоят. Муҳаммид Мазмун Назаров Чилахон омӯзгори симезаи давлатии ҳиҷоят. مبارک شود. با امید مضمون